In the name of judge و judge of the judgment day، به نام او قاضی قضاوت کننده روز قضا. این جمله از طرف یک شهید مظلوم است، و شهیدی که هنوز مسئله خونش معلوم نیست، و شهید مظلومی که تکه تکه و پارچه پارچه شده، هنوز خونش نامعلوم مانده، و قاتلین و ظالمین آزاد برای خود میگردند. این جمله را به من آموخته که به نام قاضی قضاوت کننده روز قضا حل دست دارد برای من این را میگوید که اگر بی غیرتی کردی، بی همتی کردی، انتقام خون مرا نگرفتی، بدان که قاضی روز قضا تو را به محکمه عدل خود میکشد. مولانا انصاری با آمدن حکومت اسلامی خوشبین بودند، خوشحال بودند. از آرزوهایشان بود، از آرزوهای دیرینهشان بود که بند و بساط دموکراسی جمع بشود، جمهوریت و فسق و فجور از بین برود، اشغال ختم بشود. آمدن حکومت اسلامی از آرزوهای مولانای شهید ما و شما بود. مولانای شهید احترام خاصی به بزرگان امارت اسلامی داشتند، ما هم داریم. حکومت از خود ما هست، نظام از خود ما هست. ما خون دادیم، جان دادیم، حلقوم پاره کردیم، مبارزه های انواع و اقسام نمودیم. تمام این ملت به جریان هست. به احترام این که مولانای شهید به حکومت اسلامی و نظام اسلامی خوشبین بودند، احترام داشتند، ما هم او احترام را داریم و به حرف بزرگان خود، به حرف عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی نمودیم، به حرف والی این شهر نمودیم. گفتن که قاتلین و ظالمین این مصیبت و این حادثه به دوش حکومت هست. ما گفتیم سمعنا و اطعنا. والله بالله تالله حکومت پیش روی ما را رها کند. اگر به ظرف 3 روز قاتلین را به جزای این فداییان مولانا اینجا نشسته هستند. این محبان، این دلبختگان، این جگر سوخته ها اینجا نشسته هستند. 2 سال هست که در فراق مولانای خود اشک میریزند. 2 سال هست که چشمشان به این دروازه هست که چی وقت مولانایشان داخل می شود. اما گلایه من از حکام، گلایه من از محاکم و قضات این است که این مسئله را سرسریتی شدن. اما باز هم ما سر حرف خود ایستاده هستیم. حکومت و نظام از خود ما هست. والله که اگر حکومت گذشته می بود، الله به این حرف من شاهد هست، این منبر رسول الله هست، حرف هوایی نمی گویم. اگر این مصیبت از طرف صفاکان و جنایتکاران در رژیم گذشته صورت بگیرید، به خدا قسم خشت این قسم 40 نفر اینجا زخمی و شهید شده است. توقع ما از بزرگان حکومت اسلامی این است که صدای وارثین شهدا را بیشتر بشنوند، میشنوند. این نیست که صدای مرا نشنوند. الحمدلله چندین مرتبه با عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی شخصا ملاقات نمودم. این حرف را تعالی به شما نگفتم. مبادا که انسانهای اسلام ستیز و انسانهای که ضد نظام اسلامی هستند از این حرف ما باز سوژه جور کنن و یا برای خود باز ای را دلیل و برهان بگیرن که فلانی چی گفت در برابر نظام اسلامی. نه، این بیادبی را ما نمی کنیم، چون این حکومت و نظام به خون شهدای ما بپا شده. مولانای شهید با آرامش، با امنیت، با آبادی شهر
توصیه میکردن و توجه داشتن و همچنان خوش بودن که این شهر آرام باشه، اما ما اخلال نمی کنیم، ما با هم ریزی نمی کنیم، ما هیچ کاری نکردیم. از این لحاظ اشاره کردم که شما محبان روزی گریبان مرا نگیرید که چرا چیزی نمیگویی. حکومت اسلامی و نظام اسلامی گفتن همه را به محکمه میگذاریم، محکمه ای که قرآن حاکم هست، اما به این مدت دیر مرهمی نشد بر زخمهای وارثین شهدا، مرهمی نشد بر این دلهای درد دیده. دشمن خود را هم ما میشناسیم. این غلامهای حلقه به گوش، این کسانی که منافقت کردن، راه را پاک کردن، باز کردن، اینها ارزش دشمنی را ندارند، اینها ارزش انتقام را ندارند. ما انتقام خون شهدای خود را از اسرائیل غاصب میگیریم، از یهود و نصارا میگیریم. حرام باشد بر ما شیر حلالی که خورده ایم اگر یک روز از خون شهدای خود ساده بگذاریم.